زیادتر از من همیشه خوش بودن گشت مفلای بسیار من یعنی بعض شنوندا همیشه شکایت دارن اما شکر از ما تا امروز همگیشان خاطری خوش داشتن که بسیار همیشه خدا موفق احساس میکنم و از خداوند هم جای شکر است باید شکر کنم که چون چیز برام ما یوسف عمر از هالند ایمیل کردن و با وجود که گلمند هستن از برنامه استودیو شما رفت که گفتم چندین بار ایمیل کردیم به جواب ایمیل نپرداختین و از شما پرسان کردن گفتن که ما بسیار علاقه با آوازتان دارم و ما چند آهنگ دارم و چند کمپوز اگه خواسته باشین شماره تلفن خود نوشته کردن گفتن میتونن نمره ما به تماس شوین من میتونم چون با آوازتان علاقه دارم شما رو کمک کنم. شماره تلفنشون رو یادداشت میکنین بشیر جان؟ برای نمبر شما اول خواستشون تشکری میکنم که لطفا برای ما میکنن حتما چون هر افغان ما خواسته باشن و چون کمک از نه تنها برای من بلکه برای موسیقی افغانستان دیگه ما از یک جهان تشکری میکنم اما مال نمبرش آشنا میکنم بگیم 0031 0031 433 433 63 05 77 بله ان شاء الله حتما همشون با تماس میشم و جهان سپاس از اونا. واحد نورستانی از اتریش ایمیل کردن و سوال کردن که بشیر جان آیا خودت متوجه شدی که آوازت چقدر مقبول است یا کسی براتون گفته؟ والا سیما جان ما چون تلویزیون آریانا را در خانه خود ندارم و ما تلویزیون افغانی هیچ کدامش نمیتونم دیدم چون همیشه خانه ما در جای وجود داره که درخت است و نمیتونم تلویزیون افغانستان اجازه هم ندارین بخیرم که ستلتون نصب کنین اجازه نمیدن که در دیوال یا در بالای خانه در آدم نصب کنه دیگه متاسفانه همین سوال از من همیشه کرد که باشی جان خودت باید از یک تلویزیون بگیری تلویزیون آریانا را همیشه سعی کنی بخاطر تا که بفهمی که چقدر مردم با آواز تو علاقه پیدا کردن خودم همیشه در خانه میباشم شب و روز در خانه هستم یا ثبت کردن هستم سرم کوشش کردن هستم هیچ خبر نمیشم صرف در بیرون که میرم میمونه ولی چند نفر مرا میشناسن دیگه خیلی شما این برنامه روز چهارشنبه ندیدین که باز ما 5 ستاره بود باور میکنین که هر تلفنی که میامد چی از مسکو بود چی از هر جایی که میامد از دور آواز شما را رای میدادن 5 ستاره با آواز شما متاسفانه من ندیدم اما برای ما زنگ زدن برای ما دوستا برای ما گفتن و برای ما بسیار زیاد خوشم که افغانای ما باور کنین سیما جان که قدر برای ما اونا به حساب تشویق کردن ما را قدر کمک کردن که ما امروز شب و روز ما تمرین کردم میرم و هیچ خسته نمیشم. خوب است قوت قلبتان است. شنونده ما به نام لیلا جان از جرمنی روی خط هستن. لیلا جان سلام علیکم. خانم شادم سلام. چطور هستید؟ خوب هستین؟ زنده باشید. سلام به شما بشیر جان. سلام علیکم لیلا جان. خوب هستین؟ تشکر شما خوب هستین؟ خیال دارین بشیر جان شما میال گفتن که ما تلویزیون پروگرامای آریانا ندارم اما شما باور کنین قدر شما مشهور هستین که از صبح در پروگرامای به اصطلاح فرمایشی و رنگارنگ یا یه تو پروگرام نیست که علاقمند شما زیاد نباشه و شما لیلا جان این تمامش از لطف و مهربانی شما شنونده هستن که شما هستین مرا بشیر ساختین. شما از چی مدت است که میخوانین؟ ما لرشا تقریبا از سن 5 سالگی من میخواندم اما در 7 سال آخر دیگه بسیار زیاد کوشش کردم که تمام فکرم طرف آوازخوانی بود و حالا دیگه 3 سال شده که ما یعنی میخوانم تمام افغانا اینجا میفهمن که من میخوانم. چند سال دارین بشیر جان؟ جان؟ چند سال دارین؟ چند سال هستین؟ ما 22. به حساب از اینکه چون شما بسیار جوان هستین اقدر آینده درخشان در پیشی دارین که هیچ پرسان نکنین به خاطر از اینکه صدای شما اقدر مقبول است که من فکر میکنم که در 15 سال بعد جای خوبترین استادای ما رو میگیرین. زنده باشین. تشکر. ان شاء الله. ما اینا میگن که تلویزیون ندارین ما شاهد پروگرام هستم هر پروگرامی که ما پخش میکنیم فقط علاقمندای آواز شما هستن. من خودم هم از جمله علاقمندای آوازتان هستم. بسیار مقبول دارین یا ما بر شما آینده بسیار درخشان بخوایم. ما به ارتباط سوال کردن که با سن بسیار خرد شما یک صدای بسیار پخته دارین. زنده باشید. من صرف همین محبت بسیار خوبی چیسته که بسیار مقبول میخوانین. بسیار بعض آوازخانه رو میبینی که از موترهای رنگارنگ و کشف اشیا شما چی بسکن به اصطلاح خواندنتان بدل هر کس جای دیگه بسیار به اصطلاح چی میگن دایرکت هستن میایتان اقدر مقبول است که هیچ پسند نکنین. اصلا همین از موترهای کرایی استفاده کو کشف اشیا چیزای هیچ چیز نداره همه با اونمو صدای واقعا زیبایی تمام زیبایی صدای شما میتونه یک جان. کوشش میکنم بهتر شده. بسیار درخشان براتون میخوایم. خداوند
قدرت بده که ما بتونیم که همیشه شما رو تشویق کنیم و واقعا در مدت کم مخصوصا این سال شما از جمله آوازخوان‌های 5 ستاره شدین و اقدر علاقه ما این روزانه 6-7 دفعه در هر کانال را که پچق میکنم علاقمند صدای شما هستم و شنونده‌های شما فرمایش میتن. شما کوشش کنید تلویزیون دیدین ببینید که چقدر شما علاقمند دارین. حتما بخیر. در کدام قسمت فرانکفورت هستین؟ ما در گریسهاین زندگی میکنم. کنسرت نمیدین در طرفای آلمان ایستن یا؟ کنسرت دیگه فعلا ما امرای میخواستم که امرای که همون استودیو سینا گپ بزنم که اونا که اصلا بسیار نوازنده خوب هستن و همگی به اونا به حساب آشنایی دارن. من خواستم که امرای ما بخیر گپ بزنم و کنسرت های بسیار مقبول بسیار نافراموش شدنی بخیر این حتما طرفای فرانکفورت هستن و طرفای هامبورگ هر طرف میرین باز اون وقت شما میفهمید که چقدر شما علاقمند دارید ان شاء الله بتونید از نزدیک ببینید بتونه تا که زنده باشم. من خاک پای افغانای خود هستم و من شما هستین که من هستم و من کوشش میکنم این باده است که من بتونم همیشه نمت شما را خوش نگاه کنم و بتونم یک موسیقی افغانستان خدمت کنم. یعنی یگانه روزای ما ان شاء الله. خوب شد لیلا جان که تعریفایتان در برنامه ما کردن. اگر باز بشیر جان حاضر نمیشد با مصاحبه یک ذره با این تعریفش خدا صدای مقبول پیدا دارن با این خاط اینا. یعنی باور کنین ما روز 5-6 دفعه تلویزیون که میگیرم میشنم و بله من تایید میکنم. علاقمندی به این دارم که کنسرت بده از کنسرت‌های دیگه برم از نزدیک ببینم خودش صدایش بشنوم. اینا ما فکر میکنم شاید در آینده جای در سلی و احمد ظاهر بسیار کسای ما رو بگیرن. بله تشکر لیلا جان لطف کردین از که به برنامه ما زنگ زدین. آینده بسیار خوب و سعادت همیشگی میخوایم. یک جا تشکر لیلا جان. سلام و فامیل محترم همه سلام بگین. یک جهان تشکر. بشیر جان شنونده دیگه ما بنام شفیق الله از کاپیسا روی خط هستن. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم خدمت شما و بشیر جان همدر تقدیم می‌دارم. یعنی ما از ولایت کاپیسا هوای آزاد از بیرون خانه کامل تقریبا سخن می‌زنم برای شما. چه خوشبخت هستن به داخل وطن به کاپیسا به جایی که بشیر جان اونجا تولد شده یا بود باشش بوده از اونجا گپ میزنن. بشیر جان هستن میتونن سوال کنین. خیلی هوای ملایم است. یعنی شاید درجهش و 5 باشه در شام یخ نمیزنه. خیلی گرم است. بله بله بسیار جای مقبول هم است. سوال داشتین از بشیر جان؟ ما بشیر جان یعنی حقیقتش برش میخوایم. ما در افغانستان هستیم. ما خیلی رادیوها رو میشنویم که 90 رادیو در سطح افغانستان و 12 تلویزیون وجود داره. هر رادیو را که ما داد میتونیم بشیر جان همدرد میخوانه. ما بسیار افتخار میکنیم یک هنرمند خوب در افغانستان. خیلی آواز شما خودم زیاد علاقه دارم خصوصا یا آهنگ که هندی و افغانی خوانده. بله یعنی بسیار آهنگ خوب است. سوال ما از بشیر جان نیست که شما در افغانستان نمی‌دونم کنسرت اگر داشته باشید در خود افغانستان خیلی دیگه علاقه‌مندای اضافی داره. اول خود سلام های زیاد خدمت شما شفیق جان و همچنین خدمت فامیل محترمتان. برای چون ان شاء الله ما بخیر این وقتا هر وقتی که خواست خداوند بود حتما افغانستان میم جایی است که آرزوی همگی همی کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن یگانه آرزوش همیست که داخل کشور خود بره. ما از خداوند خود آرزو میکنم که هر چیز زودتر بخیر در افغانستان برم و براتون مستقیم در لایف بخوانم و علمی یگانه آرزویم است که بخیر هر چیز زودتر افغانستان بریم و براتون بخوانم. تشکر شفیق الله جان. شنونده دیگه ما زیران بی خط هستن. بفرمایید خوش آمدین به برنامه ما. الو بله بفرمایید. سلام علیکم. الو بله میشنوم آوازتانه. خوب هستین؟ زنده باشین. شما امرولا جان خوب هستین؟ میمان ما قسمت دارم خدمت آقای بشیر همدرد. و علیکم سلام. سلام های ما همچنان خدمت شما. خوب هستین شما؟ خیلی متشکرم ممنون.